هیچ انسانی بی دلیل وارد زندگیتون نمیشه. هر آدمی یک رسالتی داره. رفت آمد اشخاص توی زندگیتون تصادفی نیست. هر چیزی و هر کسی که در مسیر زندگی سر راه شما قرار میگیره قرار درسی رو به شما یاد بده تا شما به واسطه اون بتونید به آگاهی برسید. آدمایی که بلد نبودن دوستتون داشته باشن اومده بودن بهتون یاد بدن که چطوری خودتون رو باید دوست داشته باشید. آدمایی که باورتون نداشتن اومده بودن تا شما رو به سمت خودباوری و خودانگیختگی سوق بدن. آدمایی که حمایتتون نکردن اومده بودن تا بهتون یاد بدن چطوری خودتون رو قوی تر کنید. آدمایی که بهتون ضربه زدن اومده بودن بهتون یاد بدن که حتی تو بدترین شرایط چطوری باید خودتون رو نجات بدید. شما هیچ انسانی رو بی دلیل